امروز با هم دیگه قراره وارد جای دارک یوتیوب بشیم. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال ترسو. امروز قراره بریم یه ویدیوی عجیب و غریب داشته باشیم که جای دارک یوتیوب. حالا دیگه چیه، در مورد چی داری صحبت میکنی؟ یه کلماتی هست که اگه شما توی یوتیوب سرچشون کنی یه چیزای عجیب و غریب میاد بالا. یعنی چی؟ خب عجیب و غریب یعنی چی؟ فیلمای خیلی ترسناک، خیلی نامفهوم و عجیب غریب که نمیدونم تست کردین آیا میدونید. امروز چند تا از اون حرفا رو تو یوتیوب سرچ کنیم. خب دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم، بریم سراغ این ویدیو. ولی قبلش دمت گرم ویدیو رو لایکش کن، چنلمونم سابسکرایب کن و برو بریم سراغش. کلمه اول، نقطه. وقتی نقطه رو سرچ میکنید به ویدیو خیلی عجیبی برمیخورید. ویدیو زیادی هست، اما بذارید روی این ویدیو کلیک کنیم. اوکی این فیلمه من یه جایی فیلم انگار صدا قطع میشه. وقتی کامنت های ویدیو رو چک میکنیم نوشته لطفاً عجله کنید، به این نیاز دارم. بریم سراغ ویدیوی بعدی. تا اینجا که دوتا ویدیو دیدیم شاید واسهتون مسخره باشه، ولی خب صبر کنید، هنوز قراره کلی ویدیوی دیگه ببینیم که پشاتون رو میریزونه. کلمه دوم این کلمه است که وقتی سرچش میکنید ویدیویی بدتر از اون ویدیو میبینید. خب میرسیم به یه ویدیویی که خیلی دارک. وقتی روش کلیک میکنیم میبینیم که انگار یه نفر داره به زور یه غذایی رو میخوره و گریه میکنه، همونطور که داریم میبینیم. و این خیلی دارکه، درسته خیلی میتونه دارک باشه. و انگار یه قاتل ماسک زده اومده داره ازش فیلم میگیره و به زور میگه یه غذایی رو بخور. یه نفرم نیست، دو نفر که دارن مجبورش میکنن که این غذا رو بخوره. بله دوباره تو یوتیوب گشتیم، اما به یه چیز عجیبی برخوردیم. انگار این کسایی که یه نفر رو مجبور کرده بودن که غذا بخوره، یک را مجبور کرده بودن که یه کار دیگر رو انجام بده و فقط یه نفر نبود. نمیدونم واقعا اینا کیان و چیان. خب این فیلمم که تو میبینید کم کم داره دستش نابود میشه. بله یه نفر توی کامنت های یه چیز عجیبی رو گفت. فیلم بردار خیلی مهربان است، او کمک میکند بند کفشای آن مرد بی خانمان را باز کند و همچنین به او اجازه میدهد از دست ماموران دولینگو فرار کند. ما اینجا فهمیدیم که اونا انگاری اسمشون دولینگو هست. یه نفر دیگه هم نوشته لعنتی، اون اینقدر از سوپ لذت میبرد که خودش رو بست و دهنش رو چسب زد. دمش گرم، احترام. خیلی دار که این آهنگی بوده که یوتیوب و این کامنت داشت توضیح میداد برای کسانی که کنجکاو هستند. این هشداری است درباره خطرات بازی یا با وسایل آتش بازی. ولی خدایی دار
کلمه سوم، کلمه آخر کریپی. وقتی سرچش کنید این هم دوباره خفن تر از ویدیوی قبلی میاد که روی این ویدیو کلیک کنید. اوکی، چه صدای تیزی ولی داره، میبینید که واقعا عجیب. یک خانم کاملا خشک، خیلی لاغره طرف و واقعا عجیب. واقعا یه آدم عادی میاد گریم کنه خودشو اینجوری و اینقدر لاغر باشه، خیلی چیز عجیب. واقعا بعضی یا دیونن یا. و این هم از آخرین ویدیو. واقعا خیلی چیز عجیبیه و همینطور که ادیت هم باشه ولی بازم خیلی چیز عجیبیه. یکی توی کامنت ها داستان این ویدیو رو تعریف کرد. برای کسانی که نمیدونن اینجا چه خبر است که حدس میزنم شامل همه میشود. باید بگویم آن زن یک یوکای موجود ماورای طبیعه به نام روکوبی. در فرهنگ عامه و ژاپن این موجود زمانی زنی معمولی بوده، اما به خاطر اموال وحشتناکی که خود یا اطرافیانش مرتکب شدند و گردنش قابلیت‌های آن را پیدا کرده که تا هر اندازه کش بیاد. در برخی روایات حتی گفته می شود که او دچار نوعی شخصیت دوم می شود که شبها درست مانند یک گرگینه بروز پیدا می کند. در این حالت سر او از بدنش جدا شده و به تنهایی به گشت و گذار می پردازد. او اغلب به شکار موش و حشرات می پردازد. روغن و چراغ را می نوشد. این وضعیت وقتی کسی رو می بینم به قتل برساند تا آن زمانی که دوباره به حالت عادی برگردد. خیلی عجیب بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این بود از این ویدیوهای خیلی ترسناک یوتیوب، یعنی جای دارکی بود که رفتیم اما کل فیلم ها رو نگشتیم. اگر بازم دلتون میخواد پارت دومی داشته باشین فیلم، لایک ها رو دمتون گرم ببرید بالای 15 تا، واقعا چیز کمی، فقط لایک کنیم میره در جا، یعنی دمت گرم ببرید بالای 15 تا که پارت دومش هم بذارم تا یه ویدیوی دیگه. بای.